تو را که می توان در ظلمت شبها فرو پیچید، تو را که می توان در پای دیو ناامیدی سر فرود آورد. درخت باور تو سر به عرش راستان دارد، جهان از هفت خوان تو هزاران داستان دارد. نوروز جشن به مثابه یک تمدنی که بیشترین مردم و کشورها خود را میراثبر آن میدانند، ولی خاستگاه نوروز حوزه تمدن فارسی است. ماییم که نوروز را آفریدیم. نوروز است که در تداوم سالها و صدها شهامت ملی و روح ملی ما را تامین کرد و هر کجایی که رفت به ملت ما بزرگی و عظمت بخشید. ولی آیا ما همه گپ را درباره نوروز گفته ایم؟ برای بحث بیشتر در این موضوع ما با خود پروفسور مردم شناس استاد روشن رحمانی را داریم که استاد را خوش آمدید میگیم. سلام. روشن رحمانی دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، فولکلورشناس، ادبیاتشناس، مردمشناس و پژوهشگر تاریخ گفتاری تاجیکستان، افغانستان، ایران و تاجیکان ازبکستان. روزنامه‌نگار و سردبیر مجله پیوند. زمان مجله مردم گیاه را تأسیس داده بود. در بیشتر از 70 همایش علمی کشورهای استرالیا، اتریش، آمریکا، انگلستان، ارمنستان، افغانستان، ایتالیا، آلمان، نروژ، ترکیه، فرانسه، ایران، هندوستان و غیره شرکت کرده است. آثار علمیش به زبانهای روسی، انگلیسی، فرانسوی، پرتغالی، اسپانیایی، عربی، آلمانی، کوریایی ترجمه شده است. مؤلف 38 کتاب و بیشتر از 500 مقاله علمی و عاموی می باشد. مهمترین کتابهایش نمونه های فولکلور دری در 3 جلد، ادبیات عامیانه افغانستان معاصر، شوبه های بخارا در سبک روشن رحمانی، راجع به تاریخ گردآوری، نشر و آموزش ادبیات عامیانه تاجیک، تمدن آریایی، فرهنگ آریایی و تاجیک و تاجیکستان، نوروز آریایی تاجیکان، تاریخ گفتاری تاجیکان بخارا. در زمینه نوروز تحقیقات فراوان و گران‌ارزشی انجام داده است. عضو چندین سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان فارسی زبان جهان پیوند، انجمن بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی در کشورهای امریکا، انجمن بین‌المللی اپوس خلقای جهان، انجمن فولکلورشناسان امریکا و سازمان بین‌المللی پژوهش نقل‌های فولکلوری. استاد بسیار خوش هستیم که در راستای جشن بسیار بزرگ ملی ما نوروز با هم یک صحبت داریم و این جشن بسیار بزرگ و مقدس سرآغاز با شما تبریک میگویم. سلامت باشید. منم از صمیم قلب به تمام مردم تاجیکان و فارسی زبانان دنیا نوروز را که جشن میگیرن و اصلا نوروز به اصطلاح از آن آنهاست، از دل جان با مهر و محبت تبریک میگویم. بسیار سلامت باشید استاد. استاد، نوروز جشنی است که بسیار تاریخ دور و دراز دارد و شیوه های جشنگیری بسیار گوناگون دارد و در این کشورهایی که امروز با نام حوزه تمدن نوروز یاد می شوند رسم و آیین های گوناگونی از نوروز وجود دارد. ولی استاد، ما که میگیم خاستگاه نوروز من حوزه تمدن فارسی است و اصلا 3 کشور فارسی زبان ایران و افغانستان و تاجیکستان میراثبران اصلی این تمدن حساب می شوند، اما باز نوروز در کشورهای گوناگون هم جشن گرفته می شود و عجیب این است که هر کسی که نوروز تجلیل می کند نوروز از آن خود می حسابد و خود را میراثبر همین تمدن می دانند. به نظر شما چرا نوروز چنین یک پنداری را در تصور همه این مردمان و کشورها با وجود آورده است که نوروز از آن آنهاست؟ سپاسگزارم. این یک چیزی طبیعی است که وقتی که مردمان عالم در این یا گوشه کنار دنیا با هم نزدیک زندگی میکنن و از تمدن و فرهنگ و به خصوص از زبان همدیگر میآموزند و بعد از مدت‌ها گذشتن زمان وقت و نسل‌های بعدی، بعد از 3 نسل، 4 نسل، 5 نسل
گمان میکنن که اونها از آن آنهاست. این از اصل مسئله این است. این چیزا راجع به همه چیز گفتم ممکن، فقط نوروز نیست. من به این مسئله که تقریبا 18-20 سال پیش شاهنامه را کامل خوانده برآمدم، بعد شاخهای شاهنامه را پیش خودم یادداشت کردم که هر یک شاه مثلا فرض کنیم 1000 سال عمر دیده است، ضحاک مثلا شاهی دیگر حتی چند روز شاهی کرده است، عمر نیست پادشاهی کرده است مثلا. از اینجاست بعد آساسا کنجکاو شدم، خیام نوروزنامه را برآوردم، بعد فارسنامه اثری فارسنامه ابن فارس این را برآوردم. در اینجا بعد بینید که بعد میبینید در اساس اینا جدول ساختم. این جدول ها را بعد مقاله نوشتم چند تا، در این کتابم این مقاله هست. انا بعدن بینیم که اکنون ما میتوانیم که نوروز را مثلا تقریبا 5000 سال بیشتر 6000 سال بیشتر جشن میگیرن. تخمینا درست است. چرا تخمینا درست است؟ درست است که ما اگر ببینیم همین من حالا این در این جدول هم نشان دادم، هم در جدولی که در شاهنامه فردوسی است از 5200 سال بیشتر می رود که شاهانی که زندگی کردن. چون که در شاهنامه اگرچه همه میگن جمشید نوروز رو به شأن و شکوه در آورد و فلان فلان، این روایت ها درست است، منطق دارد، ولی با در شاهنامه در خیام نوروزنامه خیام و دیگر اثرها هم میگن که اصلش کیومرث. کیومرث این همون نخستین انسان است، نخستین آدم است، نخستین بله از اونجا کیومرث میگن، ولی جمشید اون را به عرش بلند برداشت نوروز را. پس نگاه کنید گپ در سر اصلی مسئله چی است؟ اصلی مسئله است که نوروز با در سر همین کلمه نوروز باید چرخ زنیم. چرا کلمه نوروز به زبان دیگر نیست؟ یعنی ببینید هم نوروز یعنی با شکل‌های گوناگون، مثلا نوروز، نوسرده، نوروز، اینا هم مثلا نوسرده به سعودی میگفتن، نوروز مثلا به پهلوی زبان‌های قدیمی ما میگفتن، ولی به هر حال با تلفظهای گوناگون. و پس از بعد این تحقیقات ها من تخمین کردم که مادامی که انسان اکنون مردمی ما، مردمی آریایی تبار گیم، ایرانی تبار گیم، تاجیکان فارسی زبان دنیا گیم، هر چی گیم، چون زبان تاجیکی فارسی داری یک زبان است. بله هر کس هر چی میگه، هنوز ما سه زبان نشدیم. این روند دوام دارد ولی نشدیم. خوشبختانه حالا ما روشنفکران تلاش داریم که بین شاعر و نویسنده و ادیب و عالما رفت آمد دارن. باز هم شعر بیشتر از 1000 ساله داریم. امروز ها یک مدت ما رو دور می ساختن، حالا با زبان ما به هم دیگر این رفت آمد ها باز هم نزدیکتر ساخته است. این لهجه ها گوناگون است، دیگر این مسئله دیگر است. ما با این چیز دخالت نمی کنیم. اگر نگاه کنید در اینجا همون نیاگان ما تقریبا مثلا 7000 سال پیشتر یا دورتر یا کمتر این را پایه گذاشتن، اساس گذاشتن. همون در اساس سال شماری ها دیگر ها همین را یکی از همین نابغه های نامعلوم ما این را جشن گرفتن، این را شروع کردن، سال شماری شروع کردن. همین سال شماری حدود سالش کی است معلوم نیست، ولی در اساس من پیشنهاد کردم که رقم 7 یک رقم مقدس است. در همین مثلا 7 روز هفته، 7 سین، 7 شین، 7 میم، 7 امشاسپندان، 7 سلام در نوروز اینا هست. ولی اینا هم اگر خواهید اگر در این بارم یک اشارتی کوتاهی من کردنم ممکن که ببینید 7 زیاد است. این رقم 7 خصوصا در بین مردم جالب است. پس من اول من یکی از مقالم نوشته بودم که 5250 سالگی نوروز گفته بودم، مثلا چند سال پیش. بعداً آیسته آموزش هم دوام داد و بس مقایسه کردم از 6000 سال بیشتر است در نتیجه همون جدول های ساختم اینا. بعد آمدم که 6000 نزدیک 7000 سال می رود. در همون جدولی که از خیام ساختم از دیگرها ساختم و 7000 سال نزدیک می شود. پس من حتی در یک از مقاله می نویسم 1 سال پیش، 2 سال پیش، 3 سال پیش پیشنهاد کرده بودم که به سازمان ملل متحد و یونسکو پیشنهاد کنیم که همچون رمز همچون رقمی مثلا 7 خودش رمزی است، ببینید که در دنیا چرا ما 7000 سالگی نوروز را جشن نگیریم. اینطور یک پیشنهادم در مقاله من یک اشارتی هم بود. فقط در سطح مقاله بود یا پیشنهاد رسمی؟ پیشنهاد نه، البته این پیشنهاد رسمی البته ما محققان در اسم مقاله می‌نویسیم. پیشنهاد رسمی ما هم در هم مقاله است. در این 1500 سال آخر مردمان دیگری که
در کنار ما زندگی میکنن، با ما زندگی میکنن، حتی ما با اونها آموزش یافتیم. مثلا از اونها دختر گرفتیم، دختر دادیم. مثلا در طول این 2000 سال چه است، آنها در دامن فرهنگ مردم ایرانی تبار پرورش یافتند. این نکته رو ما باید فراموش نکنیم. نکته اصلی کلید نوروز هم در اینجا است. مادامی که در دامن فرهنگ ما پرورش یافتن، نگاه کنید هر قوم ملتی که گیرید نامشان را اینجا گرفتن شرط نیست. اونا الفبا نداشتن، خط نداشتن، کتاب نداشتن. بعضی اینها تقریبا تا سال 1920 دقیقاً الفبا نداشتن. همین مردمی که در اطراف ما زندگی میکنن، با ما زندگی میکنن، مردمان آزاده هستند، مهربان هستند، ولی همه مردم هستیم بالاخره. ولی ریشه بشر بالاخره با همون گپی از سعدی را گوییم با دورتر میگه شاید بنی آدم اعضای یکدیگر باشند. بله این چیز را باید ما ملت دوستانه ملت دوستانه، اگر ملت دوستانه باشد بشر دوستانه هم باشه، انسان دوستانه هم باشه. این چیزا لازم است. از این لحاظ این چیز طبیعی است. ببینید همه کسانی که همه قوم هایی که همه ملت هایی که نوروز را جشن میگیرند با هم کلمه نوروز جشن میگیرند. تلفظ اندکی دیگر تر است. پس این خود این یک گویی آن است. بعد دوام میگه شما که چرا نوروز را خودش معلوم است. نوروز بگیرید یک هم بهار است، هم سبزیش است، هم بیداری هست، هم بعد از همین مشکلات و پیشترپچی زمستان و گرفتاری سیاهی و چیزهای زمستان که در نزد مثلا آتشدان ها می نشستند دیگر نیست. این وقتی که بهار می آید، نوروز می آید، همه چیز را کنار میگذارد، همه چیز را آدم انسان تازه میکند، تمیز میکند، آزاده میکند. و مردمای دیگر نیز از ما این چیز را آموختند. بعد از آن که اونا که قبول کردند، بعد که یک دو سه نسل گذشت، نوروز قبول کردن، جشن گرفتن، رقص کردن، بازی کردن، سرود خواندن، بعد همچون از آن خودشون نگفتن که این مثلا مردم از کجا میدونن که از کجا گرفتن. مردم میگن که همین ما جشن، پدر ما مادر ما جشن میگیریم، ما هم جشن گرفتیم، از ماست. این چیز طبیعی است. نوروز تبدیل شد به یک ارزش بشری، یک ارزش تقسیم نشونده. آفرین. بله. استاد همون گپی که گفتید که شما در زمینه همون تحقیقات هایی که خواستید زادروز نوروز و سال نوروز را معین کنید و به این نتیجه رسیدید که به طور سیمبولیکی یا رمزی به سازمان ملل یک پیشنهاد باشد که خب یعنی 7000 سالگی نوروز جشن بگیرن. من فکر میکنم در زمانی که هم سازمان ملل و هم دنیا به یک گفتگوی تمدن ها نیاز دارد، این جشن گرفتنی همین 7000 سالگی نوروز این میتواند که یک نماد بسیار خوب باشد. بله. که در دنیا همین تجربه وجود دارد و بیشترین مردمان دنیا خب از نوروز به عنوان یک جشنی که کشورها از هم تاثیر پذیرفتند و یک نماد خوب و زیبایی هست، خب همین تجربه وجود دارد. من فکر میکنم اگر همین از سطح اندیشه های علمی به عنوان یک پیشنهاد رسمی از جانب تاجیکستان به سازمان ملل هم باشد، شاید پذیرفته شد، چون نوروز همیشه هر کجایی که رفته است بسیار خوب استقبال شده است. همینجا من یک چیز عجیب بگم براتون. حالا اینجا شما فکری منم انده که باز بیدارتر کردید. نه اگر تمام دنیا اگر کلمه نوروز نباشد، تمام مردمان دنیا منظوره. همین وقتی که بهار دارن، همه جا بهار دارد. افریقا بهار دارد، امریکای لاتین بهار دارد، استرالیا بهار دارد، ژاپن بهار دارد، چین بهار دارد، همه بهار دارن. درست است نه؟ اونم درشه. انک نگاه کنید. اگر همچون رمز که نوروز اینقدر جشن زیبا شده است، از مردم ما این کار کردن، بگذار مردمان دیگری عالم که اونها هم جشنشان در همین بهار است، بعضی 5 روز زودتر یا 10 روز زودتر، 10 روز دیرتر این است، یک همچون رمز 7000 سالگی نوروز را گیرن و در تمام دنیا اون جشن‌های بهاری اونها را در اینجا متحد سازند. انا اونجا میشه یک چیزی بین‌المللی زیبا میشه. تمام سیاره ما یک جشنی دارد. بگذار نام آن را که اساسات ایران که حالا نوروز را که سازمان ملل متحد یونسکو که پذیرفته است و پس تمام دنیا اون بهار و دیگری آنهاش را به اینجا شریک سازن و با نام نوروز تمام دنیا جشن گیرند. این یک وحدت پیوندی مستحکمی مردمان عالم را به وجود میاره. بله درست استاد. ما فکر میکنیم نوروز این ظرفیت هم داره استاد. اما نوروز مثلا با شهامتی که در کشورهای فارس زبان جشن گرفته میشه، البته بسیار خاصیت و زیبایی دیگر دارد. و تاجیکستان هم به عنوان یک کشور میراثبر تمدن نوروز از شایستگی بسیار خوب
در برابر نوروز قائل است و در سطح دولت هم بسیار خوب جشن گرفته میشه. اما گپ اصلی در جشن گرفتن نوروز همین است که ما از آغاز پیدایش نوروز تا امروز سال شماره خود را از نوروز آغاز میکردیم. خب البته با غصب شدن آسیای میانه از طرف خب روسیه پادشاهی و با دیگر هدفهای سیاسی و این چیزا خب سال شماری ما تغییر داده شد. اما امروز شکر خدا وقتی که ما استقلال داریم و از این بسیار افتخار میکنیم، شما همچون یک دانشمند که در این زمینه بسیار تحقیقات خوب دارید، فکر میکنید که اگر تاجیکستان برگردد به سال شماری خودمان که آغازش نوروز باشد، این باز شهامت نوروز بیشتر نمیکنه در ما؟ این یک این چیزی است، این چیزی که این چیز وابسته فقط به نظر و اندیشه افکار ما نیست. این وابسته به هم سیاستمداران، هم شخصانی که به این تصمیم میگیرن، به اونها هم وابسته است. درسته. این یک طرف مسئله است. دیگر این است که شما ببینید ما اکنون تمام دنیا سال شماره خود را در هر منطقه دنیا هست. از سبب آنکه مردمان دنیا که به هم نزدیک میشوند، همه آهسته آهسته به سال شماره میلادی گذشتند و این باید باشد، عیبی ندارد. ولی من هم در این اندیشه بودم که حالا که چیزی گفتید، مادام که نوروز که از هم بهار و از این فصل و از این چیزا شروع میشه و غیره و کذا، میتواند که کشوری ما بگذار سال شماری میلادی مثلا باشد مثل ملت قوم های دیگر. مثلا در ایران هم سال شماری میلادی است، هم سال شماری مثلا هجری است، مثلا مثال میزنم، یا کشورهای دیگر میگم. ولی ما همین یک همچون چیگم، همچون البته دولتداران دیگران اندیشه کنن، یک با این میگم یا جدا به طور رسمی یا مثلا رمزی اصل سال شماری ما از اینجا سر شدنش بهتر است. اصلش گرفت بهتر است. چرا که بهتر است؟ که چون که چند هزار سال است که همین بود. مثلا نگاه کنید چینی ها سال شمارشان همین میلادی را قبول دارند در همین با همین سیاست دنیای دیگر اینها، ولی آنها باز همون سال شماری قدیمی خود را احترام دارند، دیگر دارند. ولی اگر ما هم اگر این کار در سر این فکر کنیم، اندیشه کنیم در یک مدت و متخصصان دیگر نیست، کسانی که مثلا در ساحه نجوم شناسی، ستاره شناسی کار میکنند و خصوصا اون گفته های خیامی بزرگ را که دقیق سال شما در نوروزنامه‌اش گفت، اونها را به کار برده، اگر ما این را در تاجیکستان و همین از نوروز سال شمار شد، بسیار زیبا می‌بود. چون استاد از نگاه علمی هم این چیز بسیار درست است. چون از نگاه مثلا علوم دقیق هم که مثلا همین آغاز سال از بهار است و سال شماره نوروز که خیام هم به همین چیز تکیه کرده است و تقویمی که خیام ساخته است یک از تقویم های بسیار درست و دقیق در دنیا حساب میشد. این چیز ثابت میکند که ما اگر از نوروز سال شماری داشته باشیم، هم یک کار دقیق میشود و هم باز همون استقلال فرهنگی که ما دربارش گپ میزنیم همون با برای خود بیشتر می داشته باشیم. ما مثلا البته در این که نوروز یک جشن بسیار بزرگ و علمی و طبیعی است، جای بحث نیست. این یک وای است، چه میگن؟ گپی مثلی بی بحث است. اما استاد درباره نوروز گفتمان ها زیاد است. بعضی ها به نوروز به اصطلاح تمغه مذهبی میزنند. در مقدمه صحبت شما گفتید نوروز یک جشنی است که تا تاریخ وجود داشت. اما بیشتر امروز نوروز به عنوان یک جشن مذهبی شناخته میشه، یعنی چیزی که مال خب آریایی هاست، آریایی های دوران زردشتی. و از همین قبیل هم مثلا گپ نوروز در مذهب امروزه ما، یعنی در تمدن اسلامی پربحث است. بعضیا تا حتی جشن گرفتن نوروز خب یک عمل غیر مشروع میدانند. اما تجربه نوروز ثابت کرده که نوروز جشنی است که فراتر از مذهب است. چون در تمدن 1400 ساله اسلامی که ما داریم، نوروز همیشه جشن گرفته میشد، نه وابسته از اون گپ و گزارهایی که وجود داشت.
همین گپ که نوروز مذهب یک جشن مذهبی است به نظر شما فکر غلطی نیست؟ بله این میدید این خودش معلوم است که کاملا فکر غلط است. چرا غلط است؟ ما اصلا امروز سر میگیریم 1400 سال است که نوروز را ما که مثلا فرض کنیم 1200 سال این طرف که ما اسلام را پذیرفتیم آمده مثلا، ولی نوروز را ترک نکردیم. با اون طرف در بریم. قبل از اسلام ما هم دین‌های خود را داشتیم، مذهب‌ها داشتیم. مثلا یکی از آنها زردشتی بود. باز هم نوروز را چی است؟ جشن می‌گرفتیم. البته ببینید که خود همین آیین مذهبی زردشتی هم دیگر اونم 2800 3000 سال میگن تقریبا محققان دنیا مثلا. ولی نوروز از اونم فراتر است. ببین از آیین زردشتی هم فراتر است. یعنی ما قدیم چی است؟ در قدیم دین‌های زیاد بود، مذهب‌های زیاد بود، خداها زیاد بودن. خصوصا یکی از اینها مثلا آیین مهرپرستی که مثلا اینها. حالا ما اگر با تاریخ دورتر رویم مثلا تا که ما با خدای واحد و یگانه رسیدیم مثلا انسان ها با این را پذیرفتن بسیار خدایی ها وجود داشت مثلا 3000 سال پس 4000 ولی نوروز از اونم فراتر بود، از اونم دورتر بود. این طبیعی است چون که ما همون حکایه اساطیری، قهرمان های اساطیری، شاهان اساطیری خودمان را ببینیم. اگر از همون کیومر سر کنیم، جمشید و فلان و فلان، در همون زمان ها این چی بود؟ نوروز بود. مثلا اون شاههای اساطیری ما یا قهرمان اساطیری ما 3000 4000 سال پیش نبودن، از اون پیشتر بودن. یعنی نوروز در اون سالها بود. متوجه هستید؟ از این خاطر نوروز را اینجا محدود کردن قطعا ناممکن است. نوروز فراتر است. بعضا میگن که در زمان شوری نوروز را محدود کردن، بستن، فلان کردن. اینها هم یک با اینها هم من نظر کردم که اینها تا حد چی حقیقت دارد و چی حقیقت ندارد. بعد دیدم که طبیعی است که دولت شوروی دولت اتئیستی بود. دولت یعنی همون دولت به اصطلاح بی خدا بود. این منطق این چیزی همینطور بود. خواهی من بود، نخواهی من همینطور بود. ولی من از سالهای 20 جمعیتی بی خدایان بله. بعد از این ببینیم که بعدتر آهسته به این سمت بیایم. اگر نگاه کنید سالهای 20 30 مردم شناس آمدن آهسته به همون به دینها، فقط دین اسلام نه، دین مسیحی هم به دینها تاثیر رساندن گرفتن. ولی ناگاه آهسته همین به نوروز هم بعضی‌ها همچون تمغه مذهبی می‌زدن و این چون که به همین آغاز سال هجری که شروع می‌شود، از همون ماه مارت 21 مارت شروع می‌شد، همین تمغه را می‌زدن. ولی مردم چیکار می‌کردن؟ اگر از ترس و هراس مثلا از سالهای 30 که از مسجد و دین خودشان ترس و هراس پنهانی اگر آن را اجرا کنن، مثلا آیین‌های مذهبی خود را، ولی نوروز را باز رو آشکارا جشن می‌گرفتن. مثلا سالهای 30 هم 40 هم رقص می‌کردن، بازی می‌کردن، با تپه ها می‌بردن، با سریکا بیشتر با نام نوروز. من مشاهده کردم، جالب است نگاه کنید. اینا در همین در یک از مقاله من روزنامه شما هم دادم، شاید چاپ شد، اونجا این اشاره هست. وقتی که سالهای 1947 48 50 بعد از جنگ این مردم شناسی در کشوری ما یعنی پایگاهش مستحکم شد. یعنی که عالم های روس شاگردان خوب تربیت کردن از تاجیک ها، مثلا نظام نورجانوف، امانوف، محمد نعیم رحیموف و غیره و کذا. این عالم هایی که روس بودن اونجا که سیمیانوف بودن، کسلیاکوف بودن، خوش اندریف بود و غیر دیگر ها، اینها یک گروه تاجیکان را پرورش کردن. مثلا من یک مثال میگم از پروفسور نظام نورجانوف. این که سال 1948 49 50 هم 3 سال پی در پی گاه منطقه کولاب برن برای آموزش گردآوری متن‌های تئاتر و رقص و عرف و عادت مردم. موضوعشان همین سمت است. اون کس رفتن در جایی بود است با نام تماشا تپه در کولاب. تماشا در اونجا نوروز را با همین نام و حتی سومالک را اندک جای مذهبی دادن، ولی سومالک را مثلا اگر برقرار نکنین اگر ملائکه ها فلان میشد فلان، ولی سومالک را گرفتن. اونجا میبرند مسخره باز خاچ رقص میکردن، بازی میکردن، خنده و شوخی، سرودها، حتی نمایشنامه‌های خلق بوده. نظام نورجان اینها را همیشه در اساس موادی یا بررسی متریال کولاب رساله علمی نوشته. در همون سال تقریبا در سالهای همین 2-3 سال اولی سال 1952 53 این را دفاع کرده. این کتاب به زبان سال 1956 چاپ شده.
کتابی که در اساس متریالی همون کلاب در اونجا همه چیز هست. چغل گلگردانی میرفتن و غیره و کذا این چیزها یا کنید با نام آیین‌های نوروز. بله ارتباط زنجیری سخت داره، یعنی هم خصوص دقیق کلمه نوروز هم آیین‌های نوروزی هم داره. این رو در منطقه‌های دیگر هم همین در منطقه‌های دیگر هم. بعد من هم از پیرمردا که زنده بودن، پیرزنایی که 10 سال 15 سال که زنده بودن کنجکاو میشید کار ما همین است. حساب میکنیم که دوره کودکی شما چه خیلی بود، فروردین چه خیلی بود، نوروز فلان جشن میگرفتن. گفت که همیشه اگه سینی سالی منم با متاسفی بگم کم کم انسان همینطور است، همین که تولد شد عمرش کم شدن میگیره. 1 ساله میشه، 10 ساله میشه، 60 ساله میشه. منم که 60 سال عمر دارم، نگاه کنید همین یادم هست در چندین دهه هایی که مناطق خودی ما زندگی میکردیم، مناطق دیگری که زندگی میکردن، مردم من مثلا 6 ساله 7 ساله 8 ساله که اینقدر خوب در یادم دارم که در هم تل و تپه برآمده با هم کلمه نوروز چه جشن میگرفتن. خوب در یاد دارم در چندین منطقه ها. بعد اینکه من مثلا 15 ساله 20 ساله باز دهه های دیگر میرفتیم، بچه‌ها با بچه‌ها دهه های دیگر، خصوصا روزهای نوروز کنیم ببینیم در دهه های دیگر چجوری است نوروز. ما نمیدونستیم نوروز یعنی کلمه نوروز با عشق و محبت در زبانی ما بود، ولی اون جشن رو جشن میگرفتیم، ولی دولت من میکرد نمیکرد اینها رو ما نمیدونستیم. حتی همون کلان سال هم نمیدونستیم. بعضی کسانی که مثلا میدونستیم که بعضا مثلا نماز است، روزه است، اونها رو دولت کرد اینا رو میشنیدیم، ولی درباره نوروز رو من کردن نمیشنیدیم. بعد من بینم اگر خصوصا سالهای 50 56 57 58 اگر شما ببینید مقاله هایی هست، سر مقاله های همین روزنامه های تاجیکستان، بله بسیار روزنامه های روسی همین که همین با نامی این جشن پرازنیک وسنی فلان فلان با همین نام ها سرمقاله شما میشه. این یعنی جشن گرفتن. در زمان شوره سالهای 50 سالهای 60 این اوج میگرفت. سالهای 60 اوج میگرفت. همین مردم روشن فکرها تاجیک همه شاعر و نویسنده عالمی دیگر همه میگه این به مذهب تعلق ندارد، آهسته آهسته جدا کردن شروع میشه. با تاجیک هم جسارت پیدا کرد. شعرها چاپ میشد، مجموعه شعرها چاپ میشد. همین سالهای 60 آخری سالهای 60 سالهای 70 این با بالاتر میره. سالهای 80 است. بعضی شخصیت تا سیناریوها میسازن. یکی از سیناریوها ساختن به نظرم شاید هم میر بابا میر رحیم ساخته باشه، سالهای 1980 از 81 است. نوروز در قرغانتیپ موافق سیناری همین در کوچه ها میگذارن. سال 1080 تخمینا اگر در ذهن این در مطبوعات هم چاپ شده. یعنی نوروز و یعنی از مذهب اساس بیرون برآوردن.